نبی ما بیرون از در نبی بود، تو خونه که می آمد آیشه گل سرخ من بیا با ما حرف بزن. اصلا عبادت تو خونه نه همین، یعنی اخلاق خوب، یعنی تعامل قشنگ، یعنی ارتباط زیبا با اعضای خانواده. ابراهیم رو نگاه کنید، یه وقتی تو آتش میره، یه وقتی برای خدا سر فرزند میخواد فدا کنه، اما وقتی با بچهش حرف میزنه چطور حرف میزنه؟ یا بنی سرک گلم. کی شده ما بچه‌مون اینطوری خطاب کرده باشیم؟ یا بنی گفتیم اصلا نیازهای عاطفی بچه‌مون رو جواب دادیم؟ تا ما نیازهای عاطفی بچه‌مون اگه تو خونه تکمیل نکنیم، این میره تو خیابون یه بچه فاسد دیگه بهش میگه جان، تا گفت جان وا میره. گفت جان به من گفتی؟ بله به تو گفتم. و عجب من اینو نشنیدم، گوشم ناشناست. بیا من بعد جانم به بلدم چی بگم. بعد میبره اینو تو پارتی های ناسالم، بعد اینو میبره تو هزار فساد و تباهی. چرا؟ چون جانی که بعد تو خونه میشنید از یه بچه فاسد تو کوچه شنید، چون جانی که بعد از تو میشنید تو فضای مجازی از یه گرگی که پشت اینستاگرام پشت تلگرام مخفیه، از اون گرگ شنید.